أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الاذکار، یعنی کتاب در مسئله ذکرها. اولین باب کتاب اذکار باب فضل الذکر والحث علیه می باشد، یعنی باب در مسئله فضیلت ذکر کردن و همچنین تشویق کناندن مردم بر ذکر. پس ما و شما از این باب چند از حدیثهایش را گرفتیم. حدیث امروزه ما و شما یا درس امروزه ما و شما از زیر حدیثی 1433 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1433 می گوید وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، یعنی از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحی والمیت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید صفت و مثال کسی که یاد میکند، ذکر میکند پروردگارش را، و مثال کسی که ذکر نمیکند پروردگارش را، یاد نمیکند پروردگارش را، مثل الحی والمیت، میگوید که مثال مرده و زنده هست. یعنی کسی که الله را ذکر میکند، یاد میکند، پس اون انسان مانند انسان زنده هست. و انسانی که الله را یاد نمیکند، الله را ذکر نمیکند، پس اون انسان مانند مرده هست. پس اون انسان مانند مرده هست. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارکشان انسان‌هایی که یاد الله را میکنند به زنده ها تشبیهشان کرد و به زنده ها مثال زد، و انسانی که یاد الله را نمیکند، ذکر الله را نمیکند، اونها را به مرده ها تشبیهشان کرد. یعنی قلب اونها مرده است. انسانی که یاد الله نمیکند قلب اون مردگی است، در قطار مرده ها میباشد. اما انسانی که یاد الله میکند قلب اون انسان بیدار است، قلب اون انسان زنده است که با یاد الله جل جلاله مشغول است. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. و رواه مسلم فقال، و همچنین روایتی مسلم است که گفته است، روایت کردگی است به همین معنا. حدیث را مسلم و امام مسلم در روایتش گفتگی است که مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید مثالی خانه که در آن خانه ذکر الله شود و مثال خانه که در آن خانه ذکر الله نمی شود مانند زنده و مرده هست. یعنی خانه که ذکر الله می شود، در خانه که یاد الله می شود، پس اون خانه زنده هست، خانه انسان زنده است. و در خانه که یاد الله و ذکر الله نمی شود، پس اون خانه مرده هست، مانند خانه مرده ها، مانند قبرستان است که در اونجا ذکر نمی شود. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث
انسانی که ذکر میکند به مثل خانه انسان زنده زندگی میکردگی مثالش زد و انسانی که ذکر نمیکند اون را به قبرستان و به مرده تشبیه و مانندش گردانید. این بود حدیث 1433 کتاب ریاض صالحین. بعد از این حدیث 1434 کتاب ریاض صالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1434 کتاب ریاض صالحینش میگوید: و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: یقول الله تعالی، گفتند الله جل جلاله میگوید، الله سبحانه و تعالی میگوید. این حدیثی قدسی می باشد که الله گفته است که انا عند ظن عبدی بی، الله میگوید که من در نزد گمان بندم با من هستم. یعنی چه؟ الله میگوید که من با بندم مطابق گمانی که نسبت به من دارد رفتار میکنم. یعنی که چقدر تو گمانت رو به الله جل جلاله نیکتر و خوبتر گرفتی، همان قدر الله جل جلاله با تو خوب معامله میکند و با تو خوب رفتار میکند. و انا معه اذا ذکرنی، الله جل جلاله در حدیث قدسی میگوید که من همراه بندم میباشم هنگامی که من را یاد میکند. هنگامی که الله را ذکر میکنیم، الله را یاد میکنیم، تسبیح میگوییم، الله جل جلاله با ما و شما و با یاد کنندگانش میباشد. اکنون الله سبحانه و تعالی میگوید فإن ذکرنی فی نفسه، اگر که اون انسان میگوید اون بنده ام من را در تنهایی یاد بکند، در نفس خودش یاد بکند، به قلبش در جایهای تنهایی، در جای خلوت بنشیند و یاد الله را بکند، الله سبحانه و تعالی میگه ذکرته فی نفسی، من هم اون بنده ام را یاد میکنم، میگه در پیش خودم. وقتی که بنده من را در تنهایی یاد کرد، من هم میگه بنده ام را در پیش خودم یاد میکنم. و این ذکرنی فی ملئ، الله جل جلاله در حدیث قدسی میگوید اگر که یاد کند من را بنده ام در جمع، در نزد گروه، ذکرته فی ملئ خیر منه، الله جل جلاله میگوید من یاد میکنم این بنده ام را در نزد گروهی که بهتر هستند از آن گروهی که بنده ام در پیش اونها من را یاد کرد. یعنی در نزد ملائکه های والا مقام و ملائکه های مقربش الله جل جلاله این بنده اش را یاد می کرده است. وقتی که ما الله را در بین مردم یاد کنیم، خالی از ریا و خالی از خودنمایی باشد، مخلصانه و با اخلاص الله جل جلاله را یاد کردیم، الله جل جلاله ما و شما را و یاد کنندگانش را در نزد ملائکه های مقربش یاد می کرده است. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1434 کتاب ریاض صالحین. بعد از این حدیث 1435 کتاب ریاض صالحین، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض صالحینش در زیر حدیث 1435 مش میگوید و عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت و عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سبق المفردون، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که سبق المفردون، یعنی سبقت کردن، پیش گرفتن مفردها، کسانی که خلوت نشین هستند. قالوا و ما المفردون یا رسول الله، پس پرسان شدن اصحاب که رسول الله مفرد کی را میگویند؟ یعنی این مفردان کی هستند که اینها سبقت گرفتن، اینها پیشه گرفتن؟
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که الذاکرون الله کثیرا و الذاکرات، مردانی که فراوان و زیاد یاد الله را میکنند و زنهایی که فراوان و زیاد یاد الله را میکنند، اینها را میگویند مفرد. پس این مفردها سبقت گرفتن، پیشه گرفتن با این راه اختیار کرده اشان، با این راه انتخاب کرده اشان. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. یعنی که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت ذکر کردن بیان کردن که انسانی که الله را ذکر میکند پس اون سبقت کردگی هست، پیشه گرفتگی است عمل نیک را. این بود حدیث 1435 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1436 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1436 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حضرت جابر رضی الله عنه میگوید از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که رسول الله میگوید افضل الذکر لا اله الا الله، یعنی که بهترین ذکر کلمه لا اله الا الله است. کلمه لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله رو گفتن، ذکر کردن، یاد کردن، تکرار کردن افضل ترین و بهترین ذکرها می باشد. رواه الترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن می باشد. این بود حدیث 1436 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1437 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1437 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن عبدالله بن بسر رضی الله عنه ان رجلا قال یا رسول الله این شرائع الاسلام قد کثرت علی، میگوید که از جابر، از عبدالله بن بسر رضی الله عنه روایت است، هر آینه مرد میگه گفت که رسول الله این شرائع الاسلام قد کثرت علی. اولا این حدیث ضعیف است، اگر صحیح هم که باشد معنایش چنین است که هر آینه قوانین اسلام میگه بالای من خیلی زیاد شد. یا میتونیم بگیم که شرایع الاسلامی یعنی نمازهای نافله که در دین هست، عملهای نافله و زیادتی که غیر از فرضی ها وجود دارد، میگه در اسلام خیلی زیاد هستند که بالای سر من زیادی کرده ایستادن. فاخبرنی بشیء اتشبث به قال، پس میگه اون مرد گفت که به من بیاموزان، به من بگو چیزی را که اتشبث به، یعنی که به آن چنگ بزنم، یک عملی را به من معین بکن که من به آن چنگ بزنم. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، یعنی همیشه زبان تو گفت تر باشد به ذکر الله جل جلاله، یعنی همیشه زبانت مشغول به ذکر الله باشد، همیشه در زبان تو یاد الله جل جلاله باشد. رواه الترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت میکند، میگه حدیث حسن هست. اما بعضی از علما میگن این حدیث ضعیف هست، بعضی ها میگن صحیح هست و بعضی ها میگن ضعیف است. اما معنایش که لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، یعنی همیشه باید زبان انسان، همیشه باید انسان با ذکر الله مشغول باشد و با ذکر الله بند باشد زبانش، زیرا اینکه پرسیده می شود از هر کلماتی که از زبانش بیرون می شود. این بود حدیث 1437 کتاب ریاض الصالحین.
بعد از این حدیث 1438 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1438 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن جابر رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از جابر رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: من قال، یعنی هر کسی که بگوید سبحان الله و بحمده، هر کسی که این ذکر را بگوید سبحان الله و بحمده، غرست له نخلة فی الجنة، میگوید که کاشته می شود و شنانده می شود برای اون انسان درختی، یک دانه درخت خرمای در جنت. یعنی هر باره که سبحان الله و بحمده میگویی، در جنت برای تو ای انسانی گوینده یک درخت خرما شنانده می شود. پس در یک روز 100 بار بگویی، 100 درخت در جنت شناندی. سبحان الله و بحمده، یعنی پاک است الله جل جلاله با حمد و ستایشش. رواه الترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت میکند و میگوید که حدیث حسن میباشد. این بود حدیث 1438 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1439 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1439 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لقیت ابراهیم علیه السلام لیلة اسری بی، میگوید که دیدم ابراهیم علیه السلام را شبی که مرا به آسمان بردند. یعنی شبی که شب اسراء و معراج، وقتی که میگه من اون شب به آسمان که رفتم، مرا به آسمان که بردن، میگه من اون شب حضرت ابراهیم علیه السلام را دیدم. فقال، پس میگه ابراهیم علیه السلام گفت: یا محمد اقرع امتک منی السلام، میگه گفت که ای محمد صلی الله علیه و سلم بیرسان امتت را از نام من، از جانب من سلامه، یعنی از نام من برای امتت سلام برسان. و اخبرهم ان الجنة طیبة التربة، و همچنین میگه حضرت ابراهیم علیه السلام پیغمبرمون محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم را گفت که و خبر بده امتت را که جنت طیبة التربة، یعنی که پاک از خاکش، خاکی پاکیزه دارد، جنت خاکش پاک و تازه است. عذبة الماء، جنت را آبهای گوارا می باشد، آبی با لذت می باشد، آبی شیرین می باشد. و انها قیعان، و همچنین میگه ابراهیم علیه السلام گفت که ای پیغمبر، ای محمد صلی الله علیه وسلم برای امتت برسان که هر آینه جنت قیعان است، یعنی زمینی هموار و حاصل خیز دارد. جنت را زمینش زمین هموار است و زمین حاصل خیز است. و ان غراسها، و هر آینه نهالها و درختهای جنت یا آن دانه هایی که در جنت شنانده می شود نهال می شوند. آن دانه هایی که در زمین های جنت شنانده می شوند و اونها نهال می شوند، اون این ذکرها است که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی که اینها دانه هایی هستند که با گفتن اینها
یک درختی در جنت برای خود شناندی. سبحان الله، یعنی پاک است الله، والحمد لله، و حمد و ستایش خاصی الله است، ولا اله الا الله، و نیست معبودی بر حق بجز الله، والله اکبر، الله جل جلاله بزرگتر می باشد. رواه الترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است و گفتگی است که حدیثی حسن می باشد. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حدیث را، این سخنان زیبا را از جانب حضرت ابراهیم علیه السلام برای ما و شما رساندند که جنت را زمینش زمینی حاصل خیز و هموار است، پس شما حاصلات آن زیاد کنید، بگویید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. صاحب درختان زیاد، صاحب باغهای کلان و بزرگ در جنت گردید. پس این بود حدیث 1439 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1440 کتاب ریاض الصالحین، انشاءالله حدیث 1440 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.